يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اما اصحاب السدس یعنی چند؟ 7 نفرن. یکمش که الاب، پدر، اگر وجود الفرع الوارث باشد، نعم، یعنی کذالک مثلا چی باشد؟ یعنی فرعش باشد، یعنی باینده، یعنی هم بچه‌اش باشد و پدر چی میشد؟ یعنی فقط سدس میگیرد، برای که بایهو یعنی هم فرزند چی بچه‌اش مستحقن. والجد کذالک، یعنی جد چی میگیرد؟ یعنی سدس میگیرد، یعنی نعم، یعنی به شرطی که یعنی پدر نباشد، برای که پدر نزدیکتر که گفتیم که ما چی با اقرب یحجب الابعد، بابا نزدیک یا پدر نزدیک، معروف که نزدیک. والام به شرط وجود این ام مادر گرفتیم. والجده، جده یعنی این مسئله خلافی، مسئله خلافی بود، حتی که یعنی صدیق رضی الله تعالی عنه حدیث ابو داوود اند وقتی که یعنی ابو بکر یعنی جده یعنی مادر کلان بهترینش، وقتی که مادر کلان نزدیکی به ابو بکر میاد میگوید که ابی خیل چی نبیرش مرد، یعنی میگوید که من به یگون چیز های میگوید، میراث های میگوید یا که نیست میگوید، یعنی و وقتی که چی میکنه صدیق رضی الله تعالی عنه یعنی این چیز نمید حدیث نبود، همین مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه شاهدش میگوید که لقد رأيت رسول صلی الله علیه و سلم انه جعل للجدة سدسا. السدسه یعنی جعل لماذا للجدة، یعنی فهمته؟ فقضى به ماذا؟ الصدیق رضی الله تعالی عنه. یعنی اذا مادر کلان الجده چی میگیرد؟ یعنی سدس میگیرد به شرط چی؟ به شرطی که یعنی چی مادر نباشد، برای که مادر نزدیک یا که مادر کلان نزدیک، مادر نزدیک، مادر که باشد مادر چی میکند؟ مادر کلان چی میکند؟ سدس خودش میگیرد، مادر کلان میگید که خیر شما به هیچ چیز نیست. و كذلك اذا یعنی پنجم قسم یعنی چی میشد؟ یعنی بنت الابن. بنت الابن دختر پسر، یعنی دختر پسر اگر مثلا چیش نباشد یعنی سدس میگیرد، با وجود چی باشد؟ یعنی بنت باشد، اگر بنت یعنی از چی باشد و یعنی چی میشد؟ یعنی وای به یعنی سدس به میفرات، یعنی بنت الابن یعنی اذا چم میگیرد؟ یعنی سدس میگیرد. بنت الابن چی میگیرد؟ سدس میگیرد، یعنی فهمید؟ بنت الابن یعنی نان چی میگیرد؟ یعنی نعم بنت الابن یعنی سدس میگیرد، فهمید؟ بنت گفتیم یعنی از اصحاب نصف گفتیم یا نه؟ بنت چی گفتیم؟ یعنی از اصحاب چی گفتیم؟ یعنی بنت از اصحاب یعنی نصف میشد به شرط تنها باشد و برادرش نباشد. لیکن بنت الابن چی گفتیم؟ یعنی به 3 شرط گفتیم، یعنی نصف میگیرد کدام حالتنده؟ بنت الابن یعنی دختر یعنی نصف میگیرد به 1 شرط، با کدام شرط؟ یعنی برادرش نباشد. لیکن نبیره به 3 شرط گفتیم، به 2 شرط، یعنی چی؟ برادرش نباشد و چی؟ عمش نباشد گفتیم. اکنون عمش باشد چیکار میکنیم؟ عمش باشد چیکار میکنیم؟ ایننده عمش به نصف میتیم، نبیره به کی میتیم؟ یعنی جناش به کی چند میتیم؟ سدس میتیم، فهمید؟ یعنی هذا مسئله 6. عمه به چند دادیم؟ 3. نصف از 3 و 1 چی شد؟ یعنی چند موند؟ 2 موند. اکنون مسئله ده چی شد؟ دختر های و نعم بنت های و چی های؟ خواهر های. چیکار میکنیم ایننده؟ وقتی که ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه از این مسئله پرسیدن، ابو موسی گفت که بنت گفت نصف میتیم. بنت به چی میتیم؟ یعنی نصف میتیم گفتن. و بنت الابن به سدس میتیم گفت. اخت به چی نیست.
گفتم که اخت به شرطی که چیش نباشد، یعنی گفتم یعنی اختنده به شرطی که چیش یعنی فرع نباشد، فرع و برادرش نباشد گفتم یعنی ها فرعش نباشد. گفتم که یعنی یادت نمی اخت بینتون ها گفت که اگر ربط ابن مسعود سیتابعون، ابن مسعود پرس، ابن مسعود یعنی من به پیروی میکردیم مثلا. وقتی که ابن مسعود پرسیدن، ابن مسعود گفت که اذا ضللت ان قضیت کما قضى ابو موسی ضللت اذا و ما اهتدیت. اگر ابن مسعود ابو موسی با این حکم کنم اذا چه گمراه شدم و هدایت نمییابم. خطا این قول. طيب چه خیلی حل میکنیم؟ دختر به نصف متیه، بنت الابن سدس متیه، باقیه که به متیه ها حدیث بگذاریم یعنی ها و ما بقیه نعم فلمن فلی اولا نعم فلی اولا رجل ذکر. اذا اختم چی بشد یعنی ذکر به میدارد اینجا هم ده. فهمدید؟ سون ابو موسی وقتا گفتن که لا تسالونی ما دام هذا الحبر موجود، مادام که این حبر موجود من دیگه نپرسید. گفت فهمدید؟ این آداب صحابه ها یعنی ها ابو موسی من یعنی ابن مسعود لا شک هو اقدم منه و اعلم منه، این چیزا میند هم یعنی آداب کرد که خیر من خطا کردم دیگه مادام که ابن مسعود دیگه نپرسید. یعنی فکر کردم که قول مسعود دیگه خطا شد. فهمدید؟ هم به یعنی قول جمهور اهل علم، هم قول چیه ابن مسعود گفتن که خواهرم چی به میدارد اینجا عصبه به میدارد، مثل حکمش چی میشد یعنی حکم رجل میشد، یعنی اذا باقی مالک چی میگیرد یعنی خواهر میگیرد. فهمید؟ یعنی اینجا حاضر یعنی مونده که های حاضر ها مونده یا مرد زید مرد ها زید گفتن گیریم یعنی ها زید زدیم گفتیم پشتیم دخترش نبیرش و خواهرش امکش بچه های امکش. همین قول ابن مسعودان چی میشد یعنی دختر به نصف دادیم، نبیره به سدس دادیم و باقی که بدادیم امک محروم کردیم. امک چی مونده گشتیم. فهمده؟ اذا خواهر چی میشد یعنی اقرب میشد یعنی که نظر به که با ام. فهمده یعنی چی؟ نعم هم یعنی بنت الابن آوریم یعنی نعم و سدس كذلك سدس الاخت للاب میشد و یعنی كذلك ما سدس چی میشد الاخو لام او الاخت لام، اینا هم باشون چی میشدن یعنی از همین یعنی اصحاب فرائض میشن. همین چیز یعنی نه از چیزی